کی فشار میاره؟ کشور ما رو هزار دستان میچرخونن، هزار دستان فاسد اقتصاد و سیاست. شما دارید در یه مافیا یعنی صحبت میکنید؟ اصلا مدل گردوندن کشور مافیاست برادر من، عزیز من. یک هزار دستان خبیثی داره کارهای بسیار بزرگی در این کشور انجام میده. یکی از کسایی که یعنی اصلی ترین کسی که ایستاده و جلوی همین مافیا هزار دستان ایستاده کیه به نظر شما؟ اصلی ترین کسی که در برابر این هزار دستان ایستاده رهبر انقلاب سید علی خامنه‌ای. ایشون تنها کسیه که ایستاده، هیچ وقت هم غرق در این هزار دستان نشد، تلاش هم کرد، تلاش هم داره میکنه. ولی متاسفانه شما این کسایی که میرن پیش آقا میگن مخلصیم چاکریم، اینا خیلیشون دروغ میگن، خودشون هم میدونه دروغ میگن. اما به هر حال در کشور شما نمیتونی همه رو حذف کنی.